از سوال بابا تو میتونی قراردادهای از طریق اینی اپ فسخ بکنی. من براتون یک اپ نشان میتونم که تو میتونی اتومات قراردادهای فسخ بکنی و یک زدن بتن. من خودم از این اپ استفاده میکنم که نامش فینانس گورو است که آدم کل مصرفای خود زیر کنترل داره. فرمسال خودش اتومات میفهمه که کدامش مصرف به مواد خوراک است، کدام مصرف کراست، چی ماشت است و مثل که گفتم در پالیش اتومات ما قراردادهای خود فسخ میکنیم. باش که برات نشان بدم. فقط میرین در پروفایلم و اینی لینک میزنین و اینجا میتونید در فینانس گورو kostenlos. اینجا یک دفعه شماره ایندی تانه میزنین و یک دفعه ایمیل تانه و بعد از او ایرا تیر میزنین و وایتا. بعد از او چک کنین یک SMS میاد که در اینمی لینک میزنیم و یک دفعه ای اپ اینستال میکنیم. بعد از او که خلاص شد واس کنین اپ وایتا بزنین. یک سوال است ما überspringen میکنم. اینجا پرسان میکنه هدفت چیست یا ما überspringen میکنم انا دیگه که ما جواب نمیخوایم بتون. اینجا دیگه دلت یک کد میتی از طریق فیس آیدی یا تاچ آیدی میخوای اپ واس بکنی. ما ایرا میکنیم شپیتا و آل بسیار مهم است ما باید بانک خود آنلاین بانکینگ خود خوش کنیم. مگم اول ایمیل آدرس خود میتیم و رجیستر میکنیم. بعد از او که ایمیل آدرس تان دادین اینجا یک لیست میاد. دینمی لیست و 3000 بانک دگام است. دینمی لیست خوش کنین نام بانک تان اسم دایچه بانک است و اینجا یک دفعه در آنلاین بانکینگ تون یک لوگین کنین. معلوم دار آدم حساب بانکی خود فصل میکنه که از این اپ بخاطر از نمی طریق یا میبینن که کدام قراردادات تو داری. ما که تفصیل کردن آنلاین بانکینگ خود خلاص شدم. حالا سوال میکنه از کدام طریق شما اپ یافتین، میتونید überspringen کنین یا اینا تیک تاک میزنین. شما میتونید دیگه حساب بانکی خودم که از این اپ فصل کنین یا پیپال خدا یا کریپتو. مال فقط تنها دایچه بانک کردم که اینا یافت که ما 10 دانه قرارداد داریم. دیگه در پایان شپیتا میزنم. اینجا 9 دانک کنین که ما میخوایم مفتش بگیریم. ما کار نداریم ما نه 299 بتیم. اگر اینجا میگه که این 7 روز مفت بعد از 299 9 دانک ما میخوایم بخی بازس مدلش همو بس میکنه. ایرام 9 دانک بکنین. ولی اینجا میتونین قراردادهای خود دیده. حالا فرمسال ما میخوایم آمازون پرایم فسخ بکنم. پیش میگم هر قرارداد اتومات پیدا نمیکنم. یارو من یک تست کردم مگم فرمسال اینی را فهمید که قرارداد است و من میزنم Vertrag kündigen. در Zeitpunkt میزنی نیکست میکشد Zeitpunkt مانا در قرارداد ارچ قزود فسخ شد. بعد از او پایان میدی و وایتا میزنی. بخاطر کمپانی را نشناخت ما باید خودم ایمیل آدرس بتم یا تلفن نمره را به فکس. مگم وقتی که کمپانی سای باشه ایمیل آدرس و فکس تا جایی که دیدم اتومات اینجا نشته می باشه. بعد از او که فرمسال ایمیل زدیم فقط اینی را میزنیم و خلاص. دوستا بخاطر اینمی اپ مفت است یک تست بکنین. در پالی از او که آدم اینمی کارا میتونه کرده آدم میتونه خوب مصرفای خود کنترل بکنه که از اینمی اپ و با اینکه نمی قضاوت کشیدم به ما یک فالو بتین. تشکر.